وقتی تریدر چی میاد بزنه؟ آقا وقتی اولین بار تریدر رو میبینی با خودت میگی حتما یارو پولداره و میخواد کارشو به منم یاد بده. چرا وقتی خودش میگه اینقدر درآمد داره میخواد پکیج تو پاشم کنه؟ ما براتون یه آش پختیم اما انتخابش با شماست. ولم کن. ولت نمیکنم کن. اگر قصد سرمایه گذاری توی بازار ارزهای دیجیتال رو دارین، پیشنهاد من دیدن دوره سفر به دنیای ارزهای دیجیتال. اگر هم میخواید از بورس سر در بیارید و سرمایه‌تون رو به اون بسپارید، دوره سرم تقویتی بورس بهترین انتخاب. یکی هم میگه کی حال داره که دوره آموزشی رو بشینه ببینه. همه این دوره ها به صورت صوتی هم موجوده که میتونید توی هر شرایطی گوشش بدید و یاد. کی عشقاتو پاک میکنه